در واقع یکی از گزینه هایی که در پیش روم قرار داشت و میتونستم پیرامونش تصمیم گیری بکنم و در عین حال علاقه من هم بودم، همین موضوع حضور در عرصه‌های مدیریت شهری بود، به دلیل اینکه اون چرا که به عنوان آسیب‌های اجتماعی در دوره مسئولیتم در پلیس میدیدم، تلقیم این بود و هست کماکان که حوزه مدیریت شهری میتونه با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق از بروز اونها پیشگیری بکنه و به همین دلیل بین گزینه‌های فراوانی که برای ادامه فعالیت داشتم، از جمله حالا اون دوره انتخابات میان دوره مجلس هم بود، من احساس مسئولیت کردم که شاید در عرصه مدیریت شهری و شورای شهر بیشتر بتونم کارساز باشم. خب اومدیم و لطف و محبت شهروندان خوب تهرانی هم شامل حال بنده شد و شاید این از موردهای نادر باشه در حتی دنیا که کسی که به هر حال در حوزه یک کار پلیس بوده بعد بیاد خودش در یک کار دموکراتیک به آرای عموم بگذاره و خب اولین رأی در واقع پایتخت کشور رو هم داشته باشه. اما این اتفاق در هر صورت رخ داد و بنده به حوزه کار شورای شهر ورود پیدا کردم. از اینجا به بعد واقعیت امر این هست که تا الانی که من با شما صحبت میکنم از عمل کرده خودم در شورای شهر راضی نیستم. علتش هم این هست که من تلقیم این بود که فرصت های زیادی میتونه در این محیط وجود داشته باشه که آدم ازش استفاده بکنه برای خدمت کردن، در حالی که خب به طور طبیعی در یک نظام پارلمانی موضوع اکثریت و اقلیت هست و رأی هست که تعیین کننده هست و ما هم به یک نوعی در شورای شهر تهران در اقلیت قرار گرفتیم و به همین دلیل فرصت هایی که میتونست برای خدمت مردم در اختیار بنده قرار بگیرد بعدش به شهر و شهروندان خدمت بکنم رو بنده ازش محروم شدم، به تشخیص به هر حال دوستانی که باید رأی میدادن برای اینکه زمینه های کار رو فراهم بکنن. بنابراین در مقایسه بین وضعیت امروز و وضعیت گذشتم باید عرض بکنم که وضعیت گذشتم رو راضی بودم و فکر میکنم که از دوران خوب زندگیم بود، به این جهت که توفیقش هم در کسوت پلیس خدمتگزار امنیت جامعه هم باشم و تونسته بودم در هر صورت رابطه بین پلیس و شهروندان رو یک رابطه دوستانه‌ای تنظیم بکنم و برقرار بکنم و توانسته بودم اعتماد مردم رو به پلیس جلب بکنم و در واقع مردم پلیس رو از خودشون بدونن و دوست داشته باشن. حالا اگر ادامه فعالیتم در شورا هم شرایطی پیش بیاد که بتونم اون تئوری ها و ایده هایی که میتواند منجر به این بشه که شهروندان ما بیشتر با حوزه مدیریت شهری در تعامل قرار بگیرند و شهرداری و مدیریت شهری بیشتر بتونه از ظرفیت مردم برای مردم در جهت خدمت استفاده بکنه، حتما این کارو خواهم کرد. اما در حال حاضر به همین حد بسنده میکنم که نمره قابل قبولی رو به خودم نمیدم. در صورت ما به نظر میرسه که یک میدان آزمایش بزرگی رو پیش رومون داریم. به حسب عرف در دوران پس از پیروزی انقلاب ما که ارمغان اون یکی از ارمغان‌هاش برای ما آزادی و حق تعیین سرنوشت بود، انتخابات ریاست جمهوری ما به جز حالا مقاطعی که رئیس جمهور ما یا به جهت جابجایی در مسئولیت ها یا به جهت شهادت یا به جهت صلاحیت از حوزه مسئولیت جابجا شدن، بقیه دوره ها دو دوره ای بوده است. اساسی ترین سوال این هست که آیا این به عنوان یک عرف ثابت باید تلقی بشه یا اینکه نه، مردم به طور طبیعی با نگاه بر عمل کرده دولت‌ها به اونها دومین مرحله هم رأی دادن. من به نظرم میرسه که شاید شرایط امروز جامعه ما به گونه‌ای باشه که ما در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد شاهد یک تحولاتی در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مردم باشیم. این تلقی اولیه هم هست، هرچند کماکان دولت فعلی فرصت داره برای اینکه تلاش بکنه در جهت جلب اعتماد بیشتر مردم و جلب آرای اونها و
خوبم البته همین هست که به هر حال دولتی که میاد یکی دو سال اولی به طور طبیعی باید تجربه بکنه و خودش رو آماده بکنه برای انجام کار کردن و خدمت به مردم. اگر دولت بتونه در هر صورت با تلاش خودش آرای مردم رو جلب بکنه، نظر مردم رو جلب بکنه و به این ترتیب در دو دوره توفیق خدمت به مردم داشته باشه که امر خوبی است. اما شواهد قرانه اجتماعی امروز جامعه ما و گفته های مردم در سطح جامعه بیانگر این هست که وضع موجود رو چندان در واقع مطلوب ارزیابی نمی‌کنند، به ویژه در حوزه اقتصادی. البته ما بیشتر شاید امروز اساساً مشکل جامعهمون همین بحث مسائل اقتصادی جامعه ما باشه و اینکه خب تورم جهانی، تورم داخلی، اینها یک مقدار به جهت اقتصادی برای جامعه ما مشکل ایجاد کرده، برای مردم ما سختی ایجاد کرده و حالا از این بابت هم باید دولت موجود هزینه دولت‌های گذشته رو هم پرداخت کنه. حالا در اصل صورت یکی از متاسفانه پیامدهای انفجار اطلاعات و توسعه و پیشرفت و به هر حال دسترسی بیشتر به تکنولوژی و امثال اینها سوء استفاده هایی است که متاسفانه در زیرش صورت میگیره. بله، ما یه چنین سوء استفاده‌ای رو حالا به نسبت همین پیشرفت علم و تکنولوژی در جامعه و در همه جوامع داشتیم، اما من اعتقادم از قدیم بر این بود، کماکانم بر این باور هستم که به کسی ما نباید اجازه بدیم به حریم امنیت عمومی جامعه، به حریم زندگی مردم تعدی بکنه و تعرض بکنه. اعتقادم بر این بود و هست کماکان که اگر قراره بر این باشد که بنده یا هر کس دیگری در جامعه بر حسب سلیقه خودمون، ذائقه خودمون، نیاز خودمون، خواست خودمون دست تعدی، چشم تعدی به حریم ناموس دیگران و امنیت دیگران داشته باشیم، این چشم دست رو باید قطع کرد و از دو در آورد. این به اعتقاد راسخ هم هست. ما باید اجازه ندیم و نپذیریم به اینکه کسی به خودش اجازه بده که بیاد در یک محل ورزشی، یک محل تفریحی، یک مراسم جشن خانوادگی، یک محل فروش البسه بیاد خدای نکرده و از ناموس مردم بخواد فیلم تهیه بکنه و بعد بره از این استفاده بکنه. این افراد پایبند به هیچ یک از اصول و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه نیستن. به نظر میاد که در چنین شرایطی قانون و افکار عمومی هم نمیپذیره و نباید اجازه بده که این افراد جرأت بکنن چنین کارهایی رو بکنن. کماکان اعتقاد بنده که با این دست از افراد باید با شدت برخورد کرد و به اونها اجازه نداد. هزینه ارتکاب چنین تخلفات و جرائمی رو در جامعه باید بالا برد. هرچند از این نکته هم نباید غافل بشویم که موضوع آموزش به جامعه، پیشگیری از زمینه هایی که میتواند این گونه سوء استفاده را فراهم بکنه و اطلاع رسانی به جامعه رو هم باید به موازات اون برخوردها پیش بینی بکنه و قبل از اونها این کارها باید صورت بگیره. شاید بعضی از این موارد هم ناشی از غفلت یا عدم آگاهی باشه. بنابراین آگاهی دادن و آگاهی بخشیدن، آموزش دادن، پیشگیری از بروز زمینه ها و بسترهای وقوع چنین تخلفات و جرائمی میتواند در کاهش اونها مؤثر باشه. اما اگر بعد از این مراحل کسی خواست این عمل رو مرتکب بشه، عرض کردم باید با اون محکم و قاطع برخورد کرد.